بعد از این که از صلح با خودمون فارغ شدیم، این نکته مهمه، باید خانواده تشکیل بدیم. در دانشگاه خیلی از دانشجوها از من میپرسن که ما کی ازدواج کنیم. گفتم اگر میخواید فیزیولوژیکشو بفهمید به دکتر متخصص غدد مراجعه کنید. او شما رو آزمایش میکنه، میگه شما الان میتونی ازدواج کنی. غدد تو اجازه میدن، به مرحله باروری رسیدی میتونی ازدواج بکنی. اما اگر میخوای یه ازدواج انسانی بکنی، داری از من سوال میکنی، پاسخش اینه که تو حتما باید با خودت به صلح رسیده باشی تا مجوز ازدواج پیدا کنی. یعنی یک کسی که خودش با خودش به صلح رسیده با یک نفر دیگه که آقایی که اونم با خودش به صلح رسیده اجازه داره اینا با همدیگه خانواده صلحی تشکیل بدن. اگر غیر از این خانواده تشکیل شد، خانواده نیست اساسا. دو نفر به خاطر ضرورت‌های فیزیولوژیک با همدیگه زیر یک سقف زندگی میکنن. آنچه که زندگی یک حیوان رو از زندگی یک انسان جدا میکنه عوامل مختلفی است. یکی از اون عوامل اینه که اینا به صلح رسیده باشن. جهان رو زن و مردهایی که به صلح رسیدن قشنگ کردن. اگر یک ذره قشنگی شما در دنیا میبینید و اگر مقدار زیادی زشتی در دنیا میبینید، زنان و مردانی جهان رو زشت کردن که قبل از اینی که خانواده تشکیل بدن با همدیگه تعارض داشتن. این تعارضهاشون در بیرون به صورت جنگ بروز پیدا کرده. مسلم بدانید که یک مرد و زنی که با همدیگه صلح دارن در رأس یک ارتش قرار نمیگیرن که جنگ افروز باشه. مسلم بدانید. پس اگر یک فرمانده دستور میده که یک منطقه رو بمباران کنن، یک عده رو بکشن، اون مسلم در خانواده خودش تعارض داشته. پس داستان خیلی مهمه. خیلی از این جنگ و صلح هایی که امروزه در جهان داره مطرح میشه ریشه خانوادگی داره. و اگر کسی بیاد دقیق حساب رسی بکنه میبینه همسر او فرد در این جنایت ها شریک بوده. بنابراین انسان ها زمانی مجوز پیدا میکنن که خانواده تشکیل بدن که به صلح رسیده باشن، یعنی تعارض نداشته باشن با هم دیگه، به معنای واقعی جسماً و روحاً در آرامش زندگی کنن. هیچ رفتاری از مرد زن رو ناراحت نکنه، هیچ رفتاری از زن مرد رو ناراحت نکنه. نه تنها بلکه همدیگه رو تایید کنن. اینجا خانواده شکل گرفته. تا این مرحله، یعنی فقط زن و مرد. خب حالا ما میخوایم بچه بیاریم یا نه؟ پاسخ: اگر خودتون به صلح رسیدید و خانواده صلحی تشکیل دادید، بله، ولی نیارید. چون هم به خودتون ظلم میکنید هم به بچه ظلم میکنید. بچه متولد میشه در یک خانواده، همونطور که فطرتش به صلح گرایش داره، دوست داره که از شما صلح ببینه، از شما دوست نداره درگیری ببینه. برای همین که وقتی پدر مادر رو با هم دعوا میکنن، بچه ها گریه میکنن، چون تنها سلاحشون گریه شونه. بنابراین پدر و مادر زمانی میتوانند بچه بیارن که به صلح رسیده باشن. پس اینجا از مرحله خانواده تموم میشیم. در ادامه 4 راهکار اجرایی برای رسیدن به صلح در خانواده رو مطرح میکنیم. 1. ترازو و متر رو کنار بذارین. در یک خانواده صلحی افراد همدیگر رو همونطور که هستن میپذیرن. کمالگران نیستن، تفاوت رو میپذیرن و طرف مقابل رو منحصر به فرد و خاص خودش میدونن و سعی نمیکنن تغییرش بدن. 2. نقطه سفید رو پیدا کنید. در زندگی مشترک بر روی چند نقطه سفید اهم از رفتار و کارهای خوب و درخشان تمرکز کنید و همونها رو در ذهنتون نسبت به اعضای خانواده توسعه بدین. 3.
برای دیگران زندگی نکنید و زندگیتون رو بر اساس قضاوت دیگران تنظیم نکنید. اغلب درگیری ها در خانواده ها به خاطر خطوط قرمزی هست که تحت عنوان غیرت و تعصب، احساس مسئولیت و باورهای من ذهنی فردی یا اجتماعی برای خودشون تعریف میکنن. هرچی این تعاریف قراردادی چه فردی یا اجتماعی و توقعات اون کمتر باشه، زندگی به صلح نزدیکتره. علت شادی افراد در محیط‌های دوستانه همین مورد هست که به اسم تعهد و غیرت و احساس مسئولیت برای همدیگه حدودی تعیین نمی‌کنن و افراد اسیر همدیگه نیستن. 4. دفتر ذهنتون رو ورق بزنید. این تکنیک یکی از مهمترین فرمول‌های زندگی است. خیلی وقت مسائل مختلف و رفتارهای دیگران و واکنش‌های غیرمنتظره اونها ذهن و اندیشه انسان رو آشفته و پریشان میکنه. درست مثل یک صفحه شلوغ و خطی و به هم ریخته. کافیه تو این شرایط به جای پرداختن به مسائل و صرف وقت و انرژی برای پاک کردن اونها که ممکنه به نتیجه نرسه یا اینکه آثارش باقی بمونه، صفحه جدید و سفید رو در ذهنتون ورق بزنید. این کار فضای جدید و فصل تازه‌ای رو به روی شما باز میکنه که تجربه بسیار شیرین و موفقی خواهد بود، اگرچه دیگران بازخورد رفتارشون رو خواهند دید.